سید مسعود رشیدی کل سابقه جنگش 23 روزه. از این داشت مشتی و سلام کردم بلد نبود. اومد پیش من تو خط بود. گفت آب علیکم. گفتم بله. گفت آب علیکم. گفتم یا پیغمبر. این دیگه این دکمه ها باز، بندی پوتین باز، کلاش روش نشان داده بود. سن 18-19 سال. وزوزی بود، عجیب. اومد پیش ما و من تا سلام کردن شدیدم. گفتم این هر کجا بره اونجا خراب میکنه. به پیش خود ما داخل سنگری میخواست نماز بخونید، مورم مینداخت بالا و پاش استوب میکرد. اینطوری وای میسه جلو خدا. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. اینطوری وای نماز میخوند. من هرس میخواست. هی جلوش من نمی‌کردم باید نماز فلان میساز. یواش یواش یادش دادیم که باید چطور نماز بخونید. یواش یواش ما کلا شد 23 روز. کلش 23 روز. شب سنگر کمی نگهبان بود. 12 تا 2 نگهبان بود. فردش من چه ساعت 2 تا 4 آقای میرزایی الان هستش. گفتم مهدی برو پست از مسعود تحویل بگیر. گفت من میرم، میترسم این تازه امشب شب اول شب کمی یه بلای سر ما میاد. نه خب بیا با هم بریم. رفتیم پست ازش تحویل بگیریم. هی ترتیب سنگر کمی نزدیک‌تر میشدیم. دلی شهر تو دل خور عبدالله صداش کردن مسعود، آقا مسعود. جواب نمیداد. گفتم یه بلایی سرش اومده. خب که نزدیک شدم که تو سنگر خوابش برد. آیسالی بیدارش کردم. تا بیدار شد زد زیر گریه. گفتم چه فکر؟ گفت من صبح شهید میشم. خندم گرفت. گفتم بنده خدا من یه عمر جنوبم، کردستانم، جنگیدم، این عملیات اون عملیات، این فداکن درود اومدی. گفت من صبح شهید میشم. گفتم این خوابش برده میخواد بهش چیز نگه. گفتم شهید شده، ما رو دعا کن. برو تو سنگر. اومد سنگر خودی ما بود. تا صبح گریه میکرد. ساعت 2 تا صبح گریه میکرد تا 4 و ربع صبح. ساعت 4 و ربع بود. من تو رکوع رکعت دوم نمازم بودم که بهش من پاتک کرد. یه منطقه بود از ما گرفت. 30 خورده بچه ما رو اسیر کرد. ما زدیم بچه رو آزاد کردیم. یه جنگ عجیبی بود. ساعت 3:30 خط آروم شد. من فکر میکردم باید 70-80 تا باید شهید داده باشی. اینقدر دشمن رو سر ما گلوله ریخت. می‌خواستیم راه بریم، دستمون اینطوری میگرفتیم به هم دیگه نخوریم از شدت گرد و خاک و دود. ساعت 3:30 گفتم یا آمار بگیرید چند نفر شهید شد. مدن گفتم فقط 1 نفر شهید شد. گفتم این حجم آتش، گفتم فقط 1. به خدا فکرم به همه رفت غیر آقا مسعود. به قیافش نمیخورد. سلام کردم ولی نبود. نماز خوندنش اینطوری بود. گفتم کجاست؟ گفتم تو خط دارن میارنش با توی تاریخ پیش من. ترکش تو سرش خورده بود. رفتم بالا سرش بغلش کردم. صورتمو گذاشتم رو صورتش. نماست مسعود اینقدر خوشگل خوابیده بود که خدا میدونه. فقط یه جمله بهش گفتم آسف مسعود چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ نه نماز شب خون بودی، نه حافظ قرآن بودی، نه عارف بودی، نه بابا میشه هفتونی اصفهان بشه محلات اصفهان بودی.